کانال لرن دویچ انگلیش خوش آمدین. سلام به همه دوستان جان، امیدوارم که شاد و سلامت باشید. در ادامه آموزش مکالمه زبان آلمانی به همراه انگلیسی میپردازیم به موضوع افعال کمکی در زبان آلمانی و انگلیسی. بریم سراغ درسمون. افعال کمکی در زبان آلمانی و انگلیسی افعالی هستند که به همراه افعال دیگه برای ساخت زمان‌ها و وجه‌های مشهور به کار میره. در زبان انگلیسی از این افعال برای مخفی کردن هم استفاده میشه. در زبان آلمانی هیلفسوربن ها یا همون افعال کمکی به همراه فعل های دیگه میان، مثل haben، sein، werden. در زبان انگلیسی auxiliary verbs ها که همون افعال کمکی هستن نیز به همراه فعل های دیگه میان، مثل be که میشه am، is، are، have، has و do و does. بریم صرف این فعل ها در زبان آلمانی بدونیم. Ich bin، ich habe، ich werde. Du bist، du hast، du wirst. Sie sind، sie haben، sie werden. یادتون باشه این زی محترمانه است. Er ist، er hat، er wird. Sie، اوی دختر، sie ist، sie hat، sie wird. Es ist، es hat، es wird. صورتهای جمع: wir sind، wir haben، wir werden. ihr seid، ihr habt، ihr werdet. sie آنها میشه که با اس کوچیکه sie sind، sie haben، sie werden. اما در زبان انگلیسی I am، I have، I do. you are، you have، you do. He is، he has، he does. She is، she has، she does. It is، it has، it does. صورتهای جمع: we are، we have، we do. you are، you have، you do. they are، they have، they do. خب دوستان جان، امیدوارم که این درس مورد توجه شما قرار گرفته باشه. سپاس از توجه شما دوستان جان.